رایکو الکساندرو ورزشگر رومینیا هست دوستان عزیز و این هم نمای عمومی مجمع باشگاه ورزشی اکرا هتل آرینا. Mesdames et messieurs, les prochains combats, catégorie masculine, moins de 73 kilos, médaille de bronze. Referee on tatami 3 from Egypt, Mr. Hesham Mesbah. همین ترتیب دوستان عزیز این هم تصاویر گرافیکی سامان محمدبکوف پهلوان شناخته تاجیک 57% رقابت‌هایش را با پیروزی انجام داده است که این از 65 رقابت 38 پیروزی را تشکیل می‌دهد. داور درجه بین المللی آرثر بنزیو رقابت سامان محمدبکوف را در برابر رایکو الکساندرو ورزشگر جمهوری رومانیا داوری خواهد کرد. سامان محمدبکوف با جداگی کبود با صحنه رقابت میبراید. در همین اثنا نیز ورزشگر فرانسه در گوشه دیگر. این هم سامان محمدبکوف قهرمان جهان میان جوانان ورزشگر 22 ساله تاجیک و این هم ورزشگر 24 ساله رومانیا رایکو الکساندرو که در کارنامه‌اش الکساندر رایکو یک نشان طلا از گرند سلم دارد. این هم خوش طالعی و طالع پهلوانان تاجیک یا جودوورزان تاجیک است که مورد تشویق در چنین مسابقات با نفوذ قرار میگیرد. سامان محمدبکوف در برابر این حریفش یک بار قرار گرفته بودند. سال 2020 بود که در مسابقات گرند پری تل آویو این ورزشگران روی هم قرار گرفته بودند و سامان محمدبکوف در مدت 2 دقیقه و 34 ثانیه با یک روش اشی وضع در همون زیر مجموعه تکنیک های اساتوگر این حریف رو مغلوب کرده بود. اگرچه ورزشگر رومانیا در آن رقابت یک وزری داشت ولی با وزر این ورزشگر سامان محمدبکوف با یک امتیاز کامل ایپان جواب گردانیده بود. سامان محمدبکوف یعنی از این ورزشگر شناختی خوب دارد و ببینیم آیا همون اشی وضع یا فنون دست اشی وضع نه فنون پای در اینجا به کار می روند در بخش اصول های پرتابی یا سامان محمدبکوف سبک یا شیوه خود را تغییر می دهد. ولی به هر حال امروز سامان محمدبکوف با همون روشی هم تیوازه و هم اشیوازه یعنی فنون یا زرفنه که با توفیل دست و پا هستند امروز چند مراتبه پیروزی به دست آورده بود. واقعا این هم در کارنامه سامان محمدبکوف باز یک دستاورد الجا و با افتخار است و ببینید چی چرخشی پیاپی از هر دو جانب بود. سامان محمدبکوف در بخش سراپا اگر کار را تمام کند سود بخش خواهد بود چون که در نواز ما از پهلوانان خود در رقابت‌های جهانی چندان خاطراتی خوب نداریم یا در همان بخش کار در زمین. ولی سامان از این حریفش شناخت خوب دارد. یک بار او را مغلوب کرده است. باید بداند که به چه شیوه به چه نحوه در برابر او مبارزه میکند. بر ضد اساتوگر حریف هم یک مقاومت کرد. از دست بسیار محکم قپیده است. از قسمت گریبان حریف اکنون کار به زمین میکشد. در بخش کار در زمین اکنون سامان محمدبکوف با شیمه وضع توجه میکند ولی داور دستور میدهد که باید رقابت منع شود و آزمایی در بخش سراپا ادامه کند. سامان محمدبکوف امروز بسیار در حال درخشندگی بود. هواداران و علاقمندان جودوی تاجیک را خیلی شاد و مسرور کرد. در برابر حریف ناکام شد که ورزشگر میزبان بود و همان را هم مغلوب کرده بود سامان محمدبکوف یک مرتبه.
اینجا یک کورد زرد با سبب کمکاری با سامان محمدبکوف دوباره مرکز میدهد که گمان میکنم این جای شک و تردید ندارد، ولی فرصت هست موقع قپیدن خوب از قسمت پس گریبان حریف، ولی اجرای اصول را با سریعیت و با تیز و تندی به پایان نرسانید. به هر حال منتظر می شود یا اینکه برای برهم زدن تعادل حریف که یکی از بخش‌های مهم است در سراپا، به همین ترتیب اجرای سئویا نگه و بالاخره چرا نمی شود، چون که ورزشگر رومانیا رایکو هم زیدی حمله داشت و به همین ترتیب در رقابت دیگر که در تتم دیگر میان ورزشگر فرانسه و همچنین آذربایجان بود، اون رقابت به انجام رسد. اکنون مخلصان همه به رقابت سامان محمدبکوف و رایکو توجه میکنند، چون که تا این رقابت به انجام نرسد فینال برگزار نمی شود. به همین ترتیب ببینیم اگر یک اصول و فنی پرتابی یا ضربه فنی جالب و جاذب صورت بگیرد، این انبوه تماشاچیان و هواداران به خاطر هنر شایسته اجرا کننده اصول کف کوبی خواهند کرد. سمت چپ که سامان محمدبکوف دارد، از همان لحظه اول تا پایان به همان سمت توجه میکند. پایزنی با قدرت و توان طبیعی و همچنین از لحاظ فیزیکی که قدرت خوب دارد، باز هم به اوساتوگری توجه میکند. شیدو با ورزشگر رومانیا، بله، با سبب کمکاری به همین ترتیب دومین شیدو هم با سامان محمدبکوف. 29 ثانیه تا پایان وقت اساسی. سامان در حال حمله کردن بود، چرا داور این را به نوبت نگرفت؟ به هر حال در حال به حمله توجه کردن هم باید اجرای اصول داشت و چون دو کارد زرد یا شیدو دارد سامان، از این رو احساس خطر زیادتر است. یک مراتب، ولی ببینید این باز همان عملی که در قسمت مرحله نیمه نهایی امتیاز داده بود سامان محمدبکوف به همان روش. اینجا شاید داوران قضاوت میکنند. ببینید نه، اینجا فقط چرخیش خورد سامان. بله ببینید به چه شکل چرخش جذاب خورد. اگر داوران این وزر قبول نکنند پس این به طلع سامان هست، ولی وزری هست. 2 ثانیه دیگر تا انجام و بالاخره مدال برنجی از مشت سامان محمدبکوف در 10 ثانیه پایانی درآمد. بالاخره سامان محمدبکوف 2 سال پیاپی در گرند اسلم پاریس تا به مرحله رقابت برای به دست آوردن نشان برنجی می رود، ولی چه علاج، بخت برایش نخندید. اجرا کننده اصول بود، 2 مراتب هم در مرحله نیمه نهایی همین گونه اجرای اصول کرد. زیدی حمله بود که با کار رفت و در مرحله که برای به دست آوردن مدال برنجی بود. در این بخش مربیان شاید کار کنند، چون سامان محمدبکوف قامتی بلندتر دارد. نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده رو ببینیم و بعدا قضاوت کنیم. سامان محمدبکوف این چهره آریایی که در برابر این ورزشگر رومانیایی ببینید اجرای اصول کرد ولی زیدی حمله. این همون حالتی بود که بار دیگر تکرار شد. دوستان عزیز، شاید با سریعیت در این بخش توجه میکرد. ببینید اجرای اصول، یعنی همون پای خود باید به قسمت بیرون یا لب پای حریف میشد که نتوانست سامان محمدبکوف همین عمل رو اجرا کند و به همین ترتیب زیدی حمله از سوی ورزشگر رومانیا به مورد اجرا شد. و به فینال می رویم دوستان عزیز، جایی که
کنشی هرادا در برابر تئو ریکوین از فرانسه رقابت میکنند. این هم ببینید سامان محمدبکوف در مرحله نیمه نهایی از تئو ریکوین شکست خورده بود. با همون روش اوساتوگاری که میخواست اجرا کند ولی موفق نشد و ضد حمله به کار رفت. تئو 71% پیروزی هایش رو 71% رقابت هایش رو با پیروزی به انجام رسانیده است و کنشی باشد